والله که ابن قیم میگه عشق انسان کافر میکنه. حتی میگه که اگر هر امری میکنی من میکنم. بازو میگه اگر اینی آدم بکشی میکشم. میگه اگر تو بازو میگه خود ریشت بسیار مزاحم است، امیره کلش میکنه. شراب ما خوش دارم میخورم، میگم شراب. باز میگه والا تو بسیار قرآن و سنت میگه میره الابت هیلایش میتون. ببین چیز کفر است میگه. باز میگه خیبیه که من تو کارم این کارم میکنم. میگه ابن قیم میگه عشق انسان به شرک میرسانه. واقعا میرسانه. اینا لمی که عاشق شد آل اختیار رفت، نه واقعا اختیار رفت. کس با کی کرد؟ خودش کرد. یک است پس میدوانی اول به اختیاره به اندازه بدم. یک دفعه که خوب زدی دیگه یک دفعه سر ورداشت. حالا هر قدر کش میکنی بالاخره در یک کوم اگر بیای متو دریا خیز میزنه در دریا.